السلام علیکم عزیزان. ما با سمت دهه شهدود کامل جان ما را به شهدود میرساند. این دره شهدود است. آفرین آفرین. از همه دره زیباترین منطقه کوهستان، دره سرحاصل، سرنما، عجایب دره. بهشت‌آسا یک منزل است. حالا با کجا خواهیم رفت؟ به کدام خانه کی میرویم؟ به خانه مرگن برات مشهور، براتی که به خرسا جنگیده است. برای شاهدود میگویند در اینجا درخت شاهدود هست، به حد قدیمه، به حد بزرگ، سرحاصل، سرنما. از این سبب بابا بیبی های ما که تاریخ آن را نمیدانند، از پیدایش آن خبر ندارند، به نام شهدود گذاریدند. وابسته به مزارات. آفرین.